سلام علیکم. او دوملو زیا نامش رو گیرو یک دقیقه دوملو زیا. خوش آمده دوملو. در کار نیست آقای کنان. من آن مسئله را با دوملو زیا گپ زدم. در اون باره معلومات دادم در کار دوملو. شوکت اینجاست؟ برادر اون رو گفتم که دوملو زیا تو رو میخواند دست از شفا مییابد. شوکت تو مگر عقلتو خوردی؟ چرا این خیلی وعده میدی؟ برادر این کار رو مگر برای راحت کردم. او گفت که میکشم، در چشمانش مرگ رو دیدم. اگر او گوید میکشم میکشد. ای شوکت من خدا از مجبوری کردم اخی. رفتیم. آقای کنان، یعنی من خوندن رو اونقدر نمیپسندم. چند وقت شد که دعا نخوندم. حالا باشه شوکت وضعیت رو فهموند. یک بار شما رو مخصوص میخونم، اما اگر نشود شما باید دید که به نزد دکتر میروید. تکنولوژی پیشرفته است آخر. خدا از شما راضی باشه. با چشم دوملو، با چشم. چیزی نگوید من میکنم دوملو به یگان گپ. بسیار خوب، اما در این قد کوچه نمیشود. با داخل اتومبیل درویم چی؟ بله دوملو، بله. مرحمت. کشو. اویستا برادر. استاد یک سوال دارم، اجازه دید پرسم؟ هیچ زود بپرس، وقتم نیست. استاد در زیارت قبر مثال از بالای قبر یگان کس گذاریم، آیا این گناه می شود یا که نه؟ پسرم اجریم، اگر این خیل می شود این گناه نیست. راحت باش، تو پیش پایت رو نگاه کن. پیش پایم رو باید دقت دهم. روا کنم. خدا از شما راضی باشد استاد. از تو هم راضی باشد. سوالهایش هیچ تمام نمی شود. دوملو این جوان سوال گفت و من هم یک سوال دارم اگر اجازه دهید. سوال داری؟ بله دوملو. مرحمت. دوملو یعنی یک مرده رو از مزارش برآورده کشی گناه می شود؟ شما چخیل مرده رو میکشید آقای کنان؟ دوملو من حاضر، اگر خواهید مفصل با شما فهمانم. دوملو آخر کلتکیلاسی که مرا معیوب کرد کو از مزارش برآورده این خیل تیرباران کنم کشتنش یعنی گناه است دوملو؟ عذر میپرسم دوملو. آقای کنان، آخر شما خودتون چی گفتدنتون رو میدونید؟ خیر مایلش هجری نوجوان است، هر گونه سوال میپرسد، اما شما چه خیل سوال میدید؟ این چه خیل برآورده تیر زدن. دیگر با این سوالهای پوچ و بی‌معنی به نزد من نآیید. با ماشین سوار شوید. من شما را دعا میخوام. عذر میپرسم دوملو، خفه نشوید. من حالا وقت جواب دادن این را ندارم. نمک این را جواب ده. ای بود رو بخونوش. چی میگو؟ تینجیه؟ ای اینجا بسیار مکان زیبا بوده است. پیسند اومده باشد باز میاییم. سمی جان خوب شد که آمدی. از اینجا بودن تو مرا خوش میآید. اینجا با من هم پیسند است. یک چیز پرسم، این دوملوزیو بازورو چی خیل شناس شد؟ خیر شناس شدن. از کجا این به سرت آمد؟ آخر هیچ نفهمیدم که زهرو از این دوملو چی افته است. عشق سمی جان، عشق. بله، چشمانتون رو کشوید. دوملو خدا راضی باشد دلتان درد را نبیند دوملو. نمیارزه. دوملو این دستم کی شفا میابد؟ توبه. آخر آقای کنان، حالا دعای کردم و وجودتان پهن نشده است. شما میگوید که کی شفا میابم. دکتران حتی بیماری که جراحی میکنن 2 روز خوب کردنش رو میگویند. مایلش دوملو، مایلش. اکی کنون چی شد؟
картакела зинда будааст намурдааст ҳамаш ҳила будааст бале илова бар ин вай зогисе аст ку вай картакелас будааст мо не намедонам чингиз аз маҳбас занг зад ки ин маълумот яъне қаст домуло шумо одами муборак ҳастед астағфирулло бинед даматон зуд таъсирашро расон ҳамин хел ба худо агар дасту поям агар шифо меёфт ин қадар хурсанд намешудам калтакелосро ҳатто марг аз дасти ман ҷудо намекунад рафта ёфта онро мекушам домуло аз шумо узр мепурсам домуло шумо ба мо иҷозат диҳед гузоред рафта ин калтакелосро биёбем домуло иҷозат додам равед он калтакелосро ёбед мо ҳам роҳат кунем охир хайр барори кор худо розӣ бошад домуло худо розӣ бошад рафтем канӣ сами аз ту як чизро мепурсам лекин росташро мегӯӣ майлаш бипурс ту ягон бор ошиқ шудаӣ маро як тараф гузор худа чие ман бале яъне дар донишгоҳ шуда будам ҷиддӣ набуд яъне ошиқ нашудам ҳайрона шудам чаро магар ман ин қадар беҳис ҳастам ту духтаре нести ки ошиқ шавӣ яъне фақат ба ту ошиқ мешаванд ту чаро нороҳат мешавӣ бигзор писарон ба ту ошиқ шаванд ташаккури зиёд ту ташаккур нагӯ ту ошиқ нашав ту фақат ин хел ба таври зебо нигоҳ бикун сами инро бин баъд аз унали девона канъони девона аз қафоямон мешавад бало ба сарамон омад ба худо бародар ҳаминаш намерасида шавкат чизе нагӯӣ ҳақ ҳастӣ бародар шавкат аз нигоҳат мефаҳмам ки хоҳарат дора нигоҳ ман охир аз инаш метарсам ки ба сари ӯ ягон бало меояд ин канъон девона аст ва беақл мурдаи дар қабр бударо чӣ мекардааст бароварда бар рӯяш тир холӣ мекардааст девонаи тайёр бале бародар аз ӯ ҳама чизро интизор шудан мумкин аст ӯ девонаи тайёр аст охир инро бин нав хоҳарамро ёфтам ки ба сарам боз ягон хайре будагист бародар ту фикр накун роҳат бош хайр аст хайр чойи тенҷ аст зӯраҷон магар ҳоло вақти қарӣ шудан аст охир ҳафтаи оянда фотиҳа доред аз барои худо сафсата нагӯ ягон кас бинад фикр мекунад ки дар ҳақиқат якдигарро дӯст медоред зӯраҷон аз барои худо ӯро ёфта оштӣ кун бина ӯ бисёр гапи вазнин зад силим фиреб кардан гуфтӣ хайр майлаш каме сахт гап задааст дар он ҷо яъне дар натиҷа як домулои масҷид бояд ба услуби гап заданаш диққат диҳад аммо ӯ ҳам рост мегӯяд зӯраҷон ту бояд хафа нашавӣ селин зӯраҷон агар ман ҳам мебудам ин хел мегуфтам дӯстдоштаи зебои ту бошаду зоғи сиёҳ гуфта сайру гашту кунад ҳарчи гуфтанашро интизор будӣ як рав гӯш кун зӯраҷон каме худатро ба ҷои домуло зиё гузор охир ин бозиро танҳо ману ту медонем маҳаллагиҳо хона будагиҳо ҳеҷ кас намедонанд охир ӯ ҳам обрӯ дорад дар ин ҷо ман ҳам обрӯ дорам селинҷон марҳамат салому алайкум зӯраҷон хайр ман равам марҳамат рав зуҳра хонам имрӯз баъд аз суҳбат карданамон фурсати бахшиш пурсиданамро наёфтам каме сахт гап задам хафа нашавед хел омада бахшиш мепурсӣ ҷонака хоҳиш мекунам домулозиё фаромӯш кардам пас аз оне ки ин хафагиро аз байн бурдем ҳар чӣ зудтар дар бораи чӣ кор карданамон нақша карданамон дар кор аст яъне рафта ба ҳама ошкор кунем ҳамашро ё ин ки бозиро бо ақлона давом диҳем илтимос домуло албатта давом медиҳем набошад бобоям аз қаҳр мемурад ман ҳам ғамгин шудани касеро намехоҳам пас набошад монанд як ҷуфте ки охири ҳафта тӯй доранд рафтор мекунем фаҳмидед фаҳмидам баъд аз ин ба якдигарамон дурӯғ намегӯем
در این باره ما رو فهمیدی؟ فهمیده. یعنی در باره سمی و ذوق سیاه به دروغ خورد تحمل ندارم. مایلش. باز خانم زهرا، اگر خفه نشوید یک چیزی دیگر پرسم. در حقیقت این ذوق سیاه به شما پسند است؟ کمی در حسیات داده شدم راستی، اما دیگر با نمیخوریم، خاطر نشوید. وای، باز آشکارا در حسیات داده شده نشو میگوید. دیگر با نمیخوریم گفته چی گفتنید؟ آخر ساخته هم که باشد با شما اویله دار میشوم. شما را در حالتی ناگوار نمیگذارم. به او گفتم که دیگر با من رو برو نشوید. دروغ نمیگفتی کو؟ نرو گفته مرا زوری کردی های دختر. یعنی در حقیقت تبریک خانم زهرا، بسیار با مورید گپ زده اید. او را دیگر نمیبینید، این شما را غمگین نمیکنه. اما خاطر رسان کنم دروغ نمیگوید. بله آخران دفعه با او خوردن میخواستم. یا توبه، چرا؟ وقتی که خورد بودم بسیار یک قصه دوست داشتنی داشتم. رحمتی مادرم هنگام خوابم دایما قصه میکرد، مانند شاهزاده اسب سفید دار. یک روزی از مادرم پرسیدم که شاهزاده اسب سفید دار شما پدرم است مگر؟ او باشد به یگان شک و شبهه بلی گفت. چرا گفتم پدرم است دارد مگر؟ کودکی البته. مادرتان چی جواب داده بود؟ تنها دستش را داشتن بسند از گفته بود. آن لحظه حس میکنی، قلبت میداند، میفهمی گفته بود. فهمیدم. شما هم از همین سبب ذوق سیاه را آخرین دفعه دیده چی حس کردنتان رو فهمیدن میخواستید؟ خیریه که حس کنید، یعنی شاهزاده اسب سفید دار بودنش رو حس کنید. گفتم خاطر نشوید، من به خوبی که شما کردید خیانت نمی کنم. همش آمده به شما میفهمونم. شما را اصلا در نیمه راه نمیگذارم. من هم شما را در نیمه راه نمیگذارم، خاطر نشوید. دوملو به شما دروغ نگفتنم را وعده دادم کو. چی شد؟ به وعدهتون وفا کردن نمیتوانید؟ البته که نه. یک حسیاتم را به شما گفتن میخواهم. یا که با او پسند بودن مرا میگویید؟ کدام وقتی که به سرم مشکلی آید گویا که ذوق سیاه از کجای برآمده مرا نجات میداده باشد حس میکنم. گویا که از کجای مرا تماشا کرده ایستاده است حس میکنم. ای دختر، در پیش چشمتم مگر کور هستی؟ چی دانم؟ اگر به سرم یگان چیزی بد آید دایم فکر میکنم که در برم است و مرا نجات میداده باشد. به شخصی که تو رو دوست میدارد تو چی در نزدش دوست داشتنی دیگر کس رو میگویی؟ به همینش هم شکر که اون دیگر کس من هستم. دوملو؟ غضبی شدید؟ از این خیر گفتنم؟ نه غضبناک نشدم. چرا غضبناک شوم؟ میلم به شرابی ناب باشد دایم، گوشم به نیور باب باشد دایم. در خاک مرا کودگرم آن کوزه پر از اکی فرخ. خوش اومدید. خوش باشی اونام، خوش باشی. مرحمت. شین چی خوب کردی اومدی اکا. در اصل تو خوب کردی که مرا دعوت کردی. در خونه از دو دیوای ینگر سری بی‌حاصلم رو درگیری. نمی نوشی؟ آوازه مرم. بس خواه برای سلامتی ها. اونم بیزار شدم. با خدا از دست ینگه طولینت از همین زندگی هم بیزار شدم، از همین کار و بار هم بیزار شدم. چی گویم اکا؟ آخر نه در نزد دخترم قدر قیمتمو، نه در نزد یار رفیقم بیزار شدم از این زندگی. باور میکنی یا نه؟
این زنان بدرفتار اما شیرین هستند. راست به آنها هم نمیشود. بودنشون خوب است، نبودنشون خوبتر. خیر چیکار کنیم؟ این جهان ویران شد. از دستی کی؟ از دستی زن نمرد به تبر زن میگن. لیکن اونال همی زنم قشرینه کی بیوی با میمرم ما. نوشتم نامت رو بدلم. دو هیجا حال ماننده. اونال تو چیکار میکنی؟ به حال شعر می نویسم. اما در یک جا در موندم، یگان چیز بافته نتوانستم کمی کمک کنه که نوشتم نامت را بدلم. دو هیجا حاله مانند خواب. با اینجا یگان چیز لازم است. یک بار دیگر بخوان کو. نوشتم نامت را بدلم. دو هیجا حاله مانند خواب. نوشتم نامت را بدلم مانند خواب. حاله خدا جان تا بگیره که از دست تو گشتم خراب. چخیر؟ مایلش واکم من خوراک های علی را یاد کردم، اما من اینجا از او بخشش پرسیدن میخوام. خیلی نوشتم نامت را از دلم مانند خواب. از غمای ترا می نوشم شراب. علی جون من خوراکای تو رو از نو شدن گرفتم. نفهمیدم اونال اینها کی هستند؟ نمیشناسم. شما کیستید خانم؟ چرا به اینجا آمده؟ من شما را میشناسم. اینها دیگر را میشناسم. شما چیکار میکنید؟ خانم شما کیستید؟ तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा। خانم سلید، من با مقابل شما بار آمدن نمیخواستم. من یگان فکر شما را ناراحت کردن ندارم. آمدن شما را میدونستم اینجا نمیستادم. با تو چی علاقه دارد؟ سفسطه نگوی. آنها دائما جنگ میکنن. تو خوب هستی؟ این دخترها کی بودند نمیدونی؟ نمیدونم اکا، با خدا نمیدونم. مایلش بیاید از دخترهای زیبا بودند. اکا خوب می نوشیم گفتی بین به سرمان چی آمد. توی منو علی بیادم اومد. آخر تو آن وقتا موی سر داشتی، خیلی جوانی زیبا بودی، لیکن بیادم نیار. علی اولویت تو مرا محو کردی بیشرف. این شعر که با کار میوید مرا میبخشد. عالی است. عالی جناب. هیچ چیزا از مود رفت است.
با خدا که کار را بس کردم خانم سلین. عریضه‌ام رو به سردارم دادم. اکایونال از پشت من از ینگه اهل جدا می شود. حیاتی همه را من محو کردم. من عاقبت خودم را دار می کشم. تو خودت رو عموما گناهگار نکن. آنها همیشه جنجال میکنن. آخر چرا تو خودت رو غم میدهی؟ من شما را هم بسیار غم دادم خانم سلین، لیکن باور کنید من یگان نیتی بد نداشتم. خیر میلش نکنید شما هم خرسند شوید، از من خلاص می شوید. من دیگر با شما روبرو نمی شوم. من می روم خانم سلین. خودت را احتیاط کن خانم. و کجا می روی؟ به درواز، به جایی که آدمانش مرا قدر میکنن و گرامی میدارن و دوست میدارن. سلین، خداوند نگهبانت. من شما را با خدا میسپارم. خداحافظ. چی میگویید؟ چی آمده ایستاده؟ چی کار میکرده باشم؟ کار تو چی؟ از من چی میخوایی؟ از تو بسیار چیز میخوایی. اینقدر مویهای سرت زیبا است ها؟ نرس. چطور نرسم زیبا چی اینا؟ مرا نرسه. اینقدر از نفست بوی بیزه بیاید. بوی بد. زوغی سیاه، دائما تو به من کمک میرسانی. من میدانستم که تو آمده مرا نجات میدهی. تو شاهزاده من هستی. استاد باز شاگردم آمد. استاد یک سوال داشتم. گفت هجری تو این خیل از قفای من ندا میافتی سرت میکفد یگون چیز نشوی. آخر همین که سوال به سرت آمد از پشت من میدوی. کمی صبر کن که سوال خوب در سرت جمع شود. استاد گپایتان تمام شده باشد سوالم را پرسم. در حقیقت من نفهمیدم که تو هستی نیستی. هیچ نفهمیدم. میپرس. استاد فرض کردیم پولی بسیار داریم. چی مقدار؟ پولی اندک مندک نه استاد. یعنی بسیار بد میگی. خیر استاد آیا آن پولها رو پنهان کنیم گناه میشود نمیشود؟ این را پرسیدنی بودم. شرط است پنهان کنی؟ استاد من یک چیز رو فکر کردم اما میشود نمیشود. این سر زیبایی تو چی فکر کرده است کنه بگو؟ استاد میگویم خانه، ماشین، کشتی، 1000 دانه خرگوش خریم استاد میشود؟ خرگوش؟ بله استاد من بسیار دوست میدارم خرگوش ها را. حیوان های مبارک هستن بسیار زیبایند. هجری این اشاره کردت هیچ زیبنده نیست. اونقدر فقیر و نادار است تو باشه پول رو به خرگوش ها صرف میکنی. اما استاد پول رو پنهان نکن، به فقیران تقسیم کن، نباشد گناه است. اما استاد خرگوش ها بیا ما خرگوش هایت رو این خیل بوده است. یا خدا توبه. استاد اما خرگوش ها بسیار حیوان مبارک هستن. 1 میلیون خرگوش خریم چی؟ استاد به حال خرگوش ها رحم کنید. خدایا توبه. هجری هجری در شب خواب هم راحت نمیگذاری. خرگوشش چی؟ در خواب خرگوش رو دیدن چی معنی داشته باشد؟ مایلشو من خرگوش ندیدم، هجری رو دیدم. یا خدایا هجری مانند خرگوش است. رفته یک هوای تازه گیرم، خوابهای عجایب دیدن رو سر کردم.
چی شده است؟ در این شبیه به کجا می رود؟ اما برای اونی که زاغسی عمر رو نجات دهد باید کسی به من هجوم کند. تو چی کار میکنی اینجا؟ ها؟ یک آدم کلان شرم نمیداری در این نمی شب شراب نوشیده میشینی ها؟ کنی این رو به من ده؟ سری تو رو در بلو نمونم باز مگر از میترسم؟ اگر دردکار شود از اینجا تا سحر به هیچ کجا نمیروم. فهمیدی مرا؟ زاغسیو در کجایی؟ در حالتی وزین قرار دارم. نوشیده رو بس کردی؟ زهرا خانم زاغسیو گوش کنید این کوچه ها در این ساعت ناتیج هستن. شما چی میکابید اینجا؟ من یک کس رو میجستم. او را یافته؟ تو را یافتم زاغسیو. چرا من را جستجو داشتی؟ این را آخر با تو گپ زده بودم. خرگوشم. خرگوشم؟ نه من خرگوش ها را دوست میدارم. از همین سبب گفتم هجری همش از پشت تو مرا دوست میداری؟ با من خرگوشم گفتی؟ ما در این باره گپ زده بودیم. لیکن تو گفتی دیگر با من روبرو نمیشوی. من از کوچه مگذاشتم که با شما روبرو شدم. آیا میدانه؟ میدونم. دیگر ما نمیخوریم. میدونم. آخر هفته با دو زیاد توی دارم. این رو هم میدونم. بعد از آن با او اویله دار میشوم. این رو هم میدونم. اما یک چیز رو فهمیدن میخواهم. چی رو؟ شاهزاده اسب سفیدار تو منم. حله جان روزنامه را ده خونه. امک این چیست؟ با خدا نمیدونم. چقدر نمیدونید این دخترها کیستند امک؟
من نمیدونم حاله. ای فروخی احمق، با نزدیکی فاتحه جانت تو در سری میسو چی میکوبی؟ چی میکوبی در اون جای ها؟ این دخترها کیستند ها؟ این دخترها کیستند؟ نمیدونم تولین، نمیدونم آخی. خیر باز بگوی که دوستانم است، با همین خلاص شم. احمق جون، اینها را اونال آورد؟ اجازت دید فهمونم. ای چیش را میفهمونی فروخ؟ چیش را میفهمونی؟ همش عیان است. چی گپ است؟ چی گپ؟ احمق لطفاً راستش رو گوید. اونال با این دخترها چه علاقه دارد؟ آورد اینها را میگویم. حاله جون گوش کن، اونال شعر مینویست. اونال باز با این دخترها شعر نوشته استاده بود. شعر نویسد چی میشود؟ ننویسد چی؟ بی عقل احمق. بابا موضوع شعر نیست آخر. التماس طرفای فاتحه به حالت ما رو گرفتار کرده بین. تمامی شرمندگیت به گازیته ها برآمد. من بروی آدمان چقدر نگاه میکنم فروخ؟ مگر من زنی هستم که بعد از این سین و سال فریب میکنی؟ من به تو فرزند دادم. ای حیف بر تو باد، هزاران بار به تو حیف باد. ای باورم نمی آید تو من رو احمق فکر میکنی. تولین چیزی که تو فکر بکنی خیلی نیست. آی چخل مانندی فکری من نیست. تمامی شرمندگی در گازیت است، همه دیدن. احمق بیفهم، در برم من مور تربیه کرده بودم. تو این را باید با من نمی کردی اونال. فرخ تو با این اونالی ساختکار چی کار داشتی؟ لطفا جواب ده. پدر جان چخیل میدونید این خیل نیستی. میدانم، من همش را میدانم. آن اونالی ساختکار رس را من یافتم گفته به همه ما دروغ نگفته بود مگر؟ تو چرا حالا با او وا میخوری؟ این را نمیفهمم. پدر جان چی پدر جان؟ چی پدر جان؟ با او چی کار داری؟ جواب نده، به من جواب نده. بین همسرش برای او نگاه نمی کند. تو چخیل با او در یک میز می نشینی ها؟ به من جواب ده. پدر جان شد خاموش. آن دختر کیست فروخ؟ آن دختر کیست؟ آن دختری که از قدی راه او رو یافته با او معیشت کردی کیست؟ تولین. چی تولین ها؟ چی تولین؟ باز میگویی که نمیشناسمش. خاموشیست، خاموشیست. یگان گپی نداری برای گفتن. بی عقل، کلی بفهم. الو اونال، وقتی که من از تو رو گردوندم تو درم خودت رو با آغوش دختران پرتافتی؟ عزیزم خدا جانم گیرد، نمیشناسم، یگان علاقه ندارم. کنی زود به من فهمون این دخترها کیستند؟ آخر چرا باور نمیکنی علی؟ این دخترها کیستند اونال؟ جواب ده. گوش کن عزیزم. گپ نزن، به من هیچ چیز نگو، فهمیدی؟ جانم دیگر برویم نگاه نمی کند، اصلا نگاه نمی کند. درا اکای اونال سلام. سلی جان بخیر است؟ مرحمت. به خدا باور نمیکنید این دفعه برای لیونت آمدم. رقم تلفنش رو دارید؟ رقمش رو چیکار میکنی؟ بازغم میدهد؟ نه این خیلی نیست. یک چند روز پیش من او رو قریب بود که با ماشین زنم. به سر او داد و فیغون برداشته او رو پس زدم. بسیار احوالش بد بود، دلم سوخت. او بسیار غمگین بود. وقتی که من او رو پس زدم او چیزی نگفته گشته رفت. کاش که زیرش میکردی. مایلش اهمیت نده. وقتهای آخر چی شده است دست میدونی؟ اویلم رو برباد داد. تو رقمی این احمق رو چیکار میکنی؟ بسیار احوالش بد بود، دلم سوخت. رفته دل برداری کنم، آخر گناه هست. تلفنش خاموش است؟ بگذار خاموش باشه. زنگ بزن. گوش کن، با من مثل کنه چسبید، حیات من رو برباد داد، باز حیات تو رو هم برباد ندهد. اکای اونال، عین حال خودم رو بسیار بد حس کرده استادم. آرام شده نمیتوانم. یکی با خودش یگون کار کنه. کاشکی نمیکند. از عهدهش نمیبراید. او در این حیات از عهده یک چیز میبرد، این هم انا خوب میبراید. اکای اونال بسیار خواهش میکنم یک بار دیگه پرسیدم اونید. مایلش عزیزم، من به سراغش یگون کس رو میفرستم، خبر یافتیم به تو میرسانیم. تشکر زیاد، سلامت باشه.
کش آخر کش آخر کش آخر کش آخر من بابای ابله چی بدی کرده باشم هیچ نمیفهمم. اوف. مدیختی همه گروه ها جنایتکاری مشهوری که در جستجویش بودیم در کوچه دوستی به چشم رسیده است. گروه های به این محل نزدیک زود به آنجا روان. محله دوستی؟ من به آنجا بسیار نزدیکترم. وقت را از دست نمیدیم. مدیختی همه گروه ها یک انسانی بیناموز و به شرف ماشین پلیس را دزدیده است. رقم های ماشین TR 7397. این نه برادر، مگر من اینقدر بی‌انصافم؟ من اونقدر بیناموس نیستم. ای دهانشون چیزی برای میگن اینقدر زور هستیم به قبین بکشینم. احوالتان خوب است جماعت؟ دامولا زیا ماشاءالله در امری معروفاتون گپ نیست. مسجدمون مثل پیشتر باز پرشکا و پر آدم گشت. همه خیر. دامولا با آمدن شما شیطان ای محله منگریخت به خدا. استغفرالله. استاد یک سوال دارم حاضر به یادم آمد. حاضر به یادت آمد؟ کدام وقت به یاد تو سوال می آید من نمیفهمم. در 2 دقیقه به سر سوال می آید بپرس. استاد چرا انسان ها 2 چشم دارند؟ یعنی از کجا دانم هجری؟ آخر خدا به همه اتون 2 چشم داده است. استاد درست میگوید. چرا 2 چشم داده است؟ چرا باز در اینجا یک چشم دیگر نداده است؟ بله یک تا دیگر اینجا میشد خوب میشد. هجری از برای خدا همه وقت خوبی بندگانش رو میخواد. فهمو؟ اگر 2 چشم داشته باشه یگان حکمت دارد. آخر کله تو با سوال ها پر است. سرت آمیخته است. برآورده نویس. اگر تو 2 سر میداشتی چی میشد؟ یک فکر کن. از 2 سر یک کله داری داخلش با سوال ها پر است. اگر 2 تا می بود در اون حال چگونه سوال ها نمی برآورد؟ خدا نشان ندهد. بعد سر مرا هم ویران میکردی. خدا نشان ندهد. چقدر بد میشد. یک فکر کن. از همین سبب 2 چشم برای همون یک نعمت از پسرم. خدا راضی باشد استاد. سرم راحت کرد میدونید. سرت راحت کرد؟ شکر خدا. دامولا بسیار خوب فهمانده. سر تو هم راحت کرد جناب خلیل؟ اکنون روید. دامولا اوه خدا. لابای آقای کنعان. السلام علیکم دامولا. و علیکم السلام. احوالتان چی خیل دامولا؟ خوبم. شما چی خیل؟ تشکری زیاد تشکر. چند وقت بود که نماز جمعه نمیخواندیم. با بچه ها گفتم که رفته از قفای دامولا این نماز را خوانیم. بسیار خوب کردید. دامولاگی با شما نصیب شد. در حق ما هم دعا کنید انشالله. از این بابت تمامی گروه هر نماز جمعه از قفایتان میشویم دامولا. همین خیل نه؟ بله. اینطور باشد میرویم. مرحمت دامولا مرحمت. من پیش نرویم. طهارت کرده؟ بله کرده. چی گپ است؟ این قوا چیست؟ اینجا چی گپ است؟ تو در کجا بودی؟ به خونه‌ات رفتم نبودی، زنگ زدم جواب ندادی. سردارم من از کار رفتم. به شما عریضم رو داده بودم میدونید. مادام که از کار رفتی اینجا چی کار میکنی؟ این آدم کی است؟ من این را دستگیر کردم. از کار که رفته باشی چرا این را دستگیر کردی؟ نمیدونم سردارم، از طرف خدا الهام شد، یکی حواسم کرد. اما شما خاطر نشوید، من با محبس میروم.
دیگه مشکلی نمیارم. راحت باشید. گوش کن، این عریضه از کار رفتنت. به هیچ کجا نمیروی. اجازه نمیدم. مادامی که این آدم رو دستگیر کردی، کالتا کیلاس رو هم دستگیر میکنی. همینک دقیقه بخم جورا. سردارم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ بخشش سردارم. همه ای خرسندی رای. خب همه از پای کار. همه از پای کار. او رو از اینجا بره. اینجا شی. گپ ده سردار جان. ولی وین یک چای تلخ بیاری. سردارم با من چای بیار گفته. با فکرم سردارم مرا دوست میدارد. ما با این خوشبروتا با چای کشک. محترم جماعت، دفتری رو که با من استادم یادگاری مانده است همه شما علکه میدانید. استاد، در مسجدمان آدم های نو اومدن، آنها این رو نمیدانند. کسی میداند با ندانستگی ها میفهموند. این دفتر از استاد هجری پسرم حاضر نیه، وقت دیگر میفهمونی. بله جماعت بسیار هم عزیز، امر معروف رو دراز نمیکنیم. محترم جماعت، این رو فراموش نکنیم که یگان کس در این دنیا با جان یگان شخصی بیگناه اگر قصد کند، باید او دانسته باشد که با جان تمام انسانیت قصد کرده است. اگر یگان کس در این دنیا حیات کسی را نجات دهد، این را داند که نجات یافته خواهد بود. های تمام انسانیت را کشتن چی معنا دارد ها؟ خدا نشان ندهد از جهنم برآمده نمیتوانیم. ای وای. محترم جماعت، فراموش نکنید در این حیات جان یک انسان را گرفتن بسیار گناه عظیم است. داملا با من بسیار بد نگاه میکند. ای پسر، از این بابت آدم کشی نیست دیگر. تن حالتو کوب میکنید. مرا فهمیدید؟ برادر، در مسجدیم یک دم خاموشیست. استاد، یک چیز رو دیده با سرم سوال اومد، آن رو پرسم، اجازت میده؟ هجری، مگر حاضر وقت سوال پرسی است؟ تو دیگر کار نداری؟ بس که سوال تیره؟ ایرج، زنوک. ای برادر، اگر معقول نباشه دیگر مسجد رو. تو مسئول این جماعتی مگر؟ شما از کجا آمدین بو؟ این مسجد ما است، روید با مسجد خودتون. تمام آقای ایرج، آرام شوید. مسجدی همه است، در اینجا همه برابر است. کمی آرام شوید. سلامت باشید. خدا شما راضی باشد. جماعت، آدم کشی نکنید. داملا دهانتان درد رو نبیند. خدا راضی باشد از شما. من در حیاتم اینقدر امر معروف زیبا رو نشنیدم. خدا از شما راضی باشد داملا. چند وقت بود که من این خیل امر معروف گوش نکرده بودم. خدا راضی باشد. یعنی من دیگر توبه کردم داملا. من بعد از این آدم نمیکشم. تن حالتو کوب میکنم داملا. اما بغیر از آن کالتا کیلاسی بیشرف یک او را به دست آرم، سرش را جدا میکنم داملا. خیر میلش داملا، با اجازه شما تا نماز جمعه دیگر. خدا حافظ داملا، دستتان را گیرم. مرحمت. خیر داملا، خوش باشید. کنی رفتیم. احتیاط باش که باز کالتا کیلاس سر تو را جدا نکنه. توبه. چی شد؟ چرا داد میزنی؟ بخشش برادر، نرخ این کسوم رو دیده خودم رو داشتم نتوانیدم. این چی است؟ $2000. این نرخش قطع صاحبش باشه. قیمت بوده از کن. برای این خانه رو فروختن لازم است. روزهای گذشته با یادم آمد برادر، کالتا کیلاس فقط امی خیلی میپوشید. اون در گذشته بود. اکنون ما داملایم. اگر این رو گیرم والله خدا میزند. گویا که داملای حقیقی باشی. برادر، داملای حقیقی هستم نیستم مگر این رو میخرند.
برادر ها معقول چی؟ نه به خدا گوش کن، اگر معقول شده باشه گپ زن بخیر من. بخیر شوکت یگان خزینه افتی پول دارم. این روز عیشاتی من برادر. این چی است؟ پول. بعضی آدم‌ها چرکی دستم میگن. این پول ها را از کجا افتی؟ یا خدایا درو پول از کجا افتی؟ انگور خور بولش نپرس. سر مرا گرنگ نکن. پول ها را از کجا یافتی؟ برادر برای روزهای بعد پنهان کرده بودم. پول از آن مو از فهمو برای توی تو. نزد یگان کس نمیخواستم سرت رو خم کنی، مخصوصا برای امی سمی. وقتی که او رو میبینم دهان و بینیش رو شکنم میگویم. همش برای تو است برادر، فهمیدی؟ اما این قیمت است. ابا چه ایجا الگانت های اخی ارزون بفوره. بیا همه شما کسیما چیست ای پایان ارزون بگیریم. لباسای هم جمع ای اپتوبی ای. به خدا در بولینگ از سمی دیده بازیگری خوب ندیدم. دخترها این خیلی نکنید التماس. ای ببخشو، ما باید به کاشانه حسن رفتم موی سرمان رو آرامه دادیم. شما چی ها میگویید؟ زهرا جان بازی رو ویران نکن آخر. زیادولا تو هم با ما بازی میکنی؟ با خدا سمی حالا چی گفتنم رو نمیدونم. دامولا ما رو رد نکنید آخر. تو در باین در آمدی سمی، میبینیم چکر بازی میکنی. تشکر دخترها، تشکر. دامولا شما هم بیاید مرحمت. من این بازی رو نمیتونم. تشکر. سیا جان بیا من با تو میآموزونم. با من؟ اگر آموزونی بسیار خرسند میشوم. چخیل میپرتوی؟ کلاسی هیلگر بولینگ رو با من میآموزید خانم زهرا؟ انا اینش برای تو موافق است. سرشرکه دهنی سمی وز میشه. انا انگشتانت رو به اینجا میمونی. من هم فکر کرده ایستاده بودم که این رو چه خیل میداره. انا این خیل میمونی بود. باز از خط نگذارانی، دقت بی. کنی یک بار دیگر بینیم؟ با من بازی میکنی؟ داملا با شما البته. سر کردیم. سمی آخر هفته ما توی داره بسیار بد از آبش نده. فهمیدی مرو؟ مهلا زورا جان خباتیر بشم. اونقدر وزین نمیگیرم. مرحمت. داملا مرحمت. با کمال میل.
خوش بچه ها، وقتتان رو چه خیل گذراندید؟ بسیار خوب بود بابا جان، همه‌اش خوب گذشت. خوب مادر با شما چی شد؟ یا اینکه باز جنگ کردید؟ از پدرت بپرس ملیس. یا که نپرس. از روزنامه فهمیده میتوانی. حیات پدرت علاقه در آن جای هست. چند بار فهمونم اونال و من بیگناه هستیم. آن دخترها را نمیشناسیم ما. چه دختر؟ دخترم باور نکنی روزنامه رو بین. ما را تهمت کردن. اونال و من در آنجا نشسته شراب بنوشیدیم آخی. نام آن شخص در اینجا گرفتن نشود. شفقت پسرم. السلام، احوالتان چخیر؟ خوبم، تو چخیلی؟ تشکر، خوبم. من دنبالازیو رو ندیدم. اگر برای فاتحه یگان یاردم لازم باشد بیایم گفتم. شما اینقدر خانم دلسوز بودید. البته من میرسانم با اون کس. رحمت کم. این دنبالازیو رو هیچ فهمیده نمیشد. میگویند که زور و بازوق سیاه میگردد. او به جای آنکه جدا شود باز فاتحه میکند. سوال خانم سوال، اون شخصی که در باره‌شون گپ زدید خیلی که پیشتر گفتم یکدیگر رو بسیار دوست می‌دارن، حتی عاشقن. به نزدیکی باشد توی دارن. با این حال عادت کنید، خوب میشود. فکری تو رو هیچ کس نپرسیده است. سوال بس است آخر. اپا آخر اولو سر کرد. چی دروغ میگویی؟ یک بار خطا داوی نبین؟ با من چی شده است؟ رنگ موری افی. هیچ نگم بالای سری آدم میبرویی. با زندگی یک کس دیگه چیکار داری؟ داملوزیات تو را نگرفته علامت کده. بس که شیطانی راخی. مرا گوش کن. از حد نگذرون. نباشد چی؟ با داملوزیات شکایت میکنی؟ بخشیش. تو این رو علاقه کردی ها؟ خانم سیوا، من یگان رفتاری بد نکردم، نمیکنم هم. تو هم سخنهایت را سنجیده گپ زن میلش. اگر کارهای شما را بدیل نگرفته باشم، این از روی حرمت داملوزیا است. خیر میلش. گپ را دراز نمیکنم. اگر درباره من یگان سوال داشته باشید، از من پرسید میلش. مانند طلبه های مکتب به دیرکتر شکایت نکنید. خفه نشوید. برای کار. تو ارزنده ای. باور کن عزیزم، من هم به تو زنگ زده بودم. تو از خونه رفتی گفته به خانه نمیروم، در شوبه خواب میکنم. جایی که تو نیستی تنها بودن نمیخواهم. اونال علاقه دیر شد. تو اینها رو با من نفهمون. بین من چند سال شد در نزد بابایم پشتی تو رو میگیرم. تو چیکار کردی؟ در یک لحظه تمامی زحمت‌های مرا تازه کرده پرداختی. من به کدامی از آنها سوزم؟ به گازیته ها افتادی به این سوزم. رسم رو یافتم گفتم مرا فریب کردی به این، یا اینکه مرا در نزد عالم شرمنده کرده به اینش. کنی گپ زن؟ حاله با من یک امکانات دیگر ده. خواهش میکنم عزیزم. نه اونال علاقه فرصت نیست. من قرارم رو دادم. با نزدیت با کد رفته دعوا میکشایم. تو هم با نزدیت با کد رفته تیاری بین. زورا جانکم حالا هم تیار نشده ای؟ مهمان ها میویند. برای این کار رو قرار دادن. کاش که این تلاش ها رو برای با شخصی دوست داشتم اویده دار شدنم صرف میکردم. این هم میشود زورا جان، صبر کن، اینش هم میشود. میشود؟ البته میشود. کاش که با من زندگی میکردی زهرا جان. من چرا اینقدر سال تو رو آرزو کردم نمیفهمم. اما حالا هم دیر نشده است، چون که تو به داملوزیا عاشق نیستی. اشتهای تو دوملا خوش آمدید. السلام خانم مبارک، خوش باشید. آخری هفته فاتحه بوده است. بله توی داریم. با خدا انتظار میشویم. دعوتنامه ها تیار شوند میارم. شما رو انتظار هستیم. تشکری زیاد. در این خیل روزی خورسندیتون در بر شما بودن شرف است. سلامت باشید. خانم بتول. داملازیا
عجبا میگویم با توی ما شما هم می آمدید بسیار خرسند میشدیم. دامولو من از شما بسیار عذر میخواهم چون که من اونقدر توی تماشاها رو نغز نمیبینم. هم کسلی دارم آمده نمیتوانم. دخترم این چی گپ؟ معرکه های فاتحه و تویها رو دوست نمیدارم. خودت رو عادت کنم. در آخر تو هم اویله دار میشوی تا جایی. مادر جان من گفتم که موضوع اویله دار شوی رو نکشوید لطفاً. البته اویلادور میشوید. یک ثانیه اینجا آکاش است. از آکاش نپرسیده با کی رو اویلادور میکنه؟ مادر جان من به خانه میروم. دامولو زیافتی مبارک باشد. روز بخیر. دیده دارو کدام وقت موضوع اویلادوری کشاده شود همین خیل رفتار میکنه. یعنی اگر بیماری نباشد یک چیز پرسم یگان کس با خواستگاریش نآمد که اینقدر سخت غضبناک شد؟ دامولو خواستگارش بسیار از راضی نمیشود. دامولو یک بار شما گپ زنید مقام اویلادوری رو از جهت دین فهمونید. با خدا باوری دارم که در این باره او از من زیادتر معلومات دارد. یا اینکه به شما یگان ناحرمتی کرد؟ نه عزیزم ناحرمتی نه و یعنی خانم بیتول خودش را بسیار خوب و کمال رسانده است. بله کمی یک رو است اما قلبش تیلو برین است. خواهر عزیزم دائمی خیل بود در کودکیش هم. خانم مبارو بعضا یک رو بودن خوب است. خیر ملش تا بازدید. марҳамат ба назди миз оед. мо? бале шумо бояд ба тӯи омодагӣ бинед. марҳаматгир азизам. ташаккур. به فکرم همش خوب است. موسیقی اول بسیارتر خوب است. خوب اگر به تو معقول باشد با گوش کردن نمی شود آخر. رقص کنید. در نتیجه سرود رقصتان را انتخاب داریم. کنی خیسه رقص کنید ما تماشا کنیم. جناب خدا خواهد ما رقصمان را در تویمان رقص میکنیم. در توی میکنید آخر حاضر یک رقص کنید ما میبینیم. حاضر؟ زود حاضر. رقص دامادم را با نبیرم دیدن میخواهم. خیزید.
زهرا زوغ سیاه. بله منم. تو گفته بودی که دیگر با من وا نمیخوری. وای من برای سنجیدن تو گفته بودم، برای حسیات های تو نسبت من راست بودن و نبودنش رو سنجیدم، اما میبینم که راست نبودند. مگر این خیلی ممکن است؟ من کوشش کردم که به تو فهمونم، اما تو باشی گوش نکردی. چرا گوش میکردم؟ همش آشکار نیست مگر؟ تو فاتحه شده ایستاده ای. مجبورم. نیستی، به هیچ چیز مجبور نیستی زهرا. اگر مرا دوست داری فاتحه نکن. اگر یک جایه شویم تمام مانعه ها رو پس سر میکنیم، باور کن. تو نمیدانی که من این رو چقدر میخواهم، اما تو رو نمیشناسم، رویت رو حتی ندیدم. زهرا در اصل مرا تو بسیار خوب میشناسی. چی؟ میشناسم؟ بله، انسان در نزد چشمش بوده رو دیده نمیتواند، دایم به دوری ها نگاه میکند، حالا هم که حقیقت در پیش نظرش است. زاغ سیاه منم.